و فروش مواد مخدر مشغول می باشد. از اش درباره فعالیت سرخطیب ناحیه امام خطیب ها و این که آنها منبر پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را با بلندگوی و این که آنها تبلیغات پیشوا تبدیل و آلوده کرده اند شکایت نموده است. این مؤلف میگوید که تحت 400 برنامه اصلاح شامل حرکت اصلاحات خواهان شده است. وضع مسجد و مردم در شهر توس از اشت بدتر هست و بهتر نیست. امام خطیب را مجبور کردند که تعمیر یک صدیق را بر عهده گیرد و حالا خودش خیش چینده ایستاده است. این وضع حالت در نامه آمده از شهر توس انعکاس شده است. از مسکو یک مهاجر بعد تماشای جشن نوروزی امساله در دوشنبه با شرکت رحمانوف و رستم یک نامه نوشته شخصا به خود رحمانوف مراجعت کرده است. نامه اول از پنجکند. السلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین، عید سعید فطر مبارک باشد. امیدوارم که خوب هستید. من از شهر پنجکند می باشم. امروز من یک برنامه پیشینه شما را تماشا کردم. در آنجا گپ درباره اوچسکوی مومین می رود. آنچه شما درباره این اوچسکوی گفته بودید 100% راست و حق است. اما بالا یا پشت این همه کارها دیگر کس می ایستد. گپ درباره همان وقت نچندلیک میلیسیای شعبچه میلیسیای شهرک کلخاسیان نرکبران رقم 1 در شهر پنجکند نجم الدین زاده چهران می رود. اگر دریا داشته باشید، یک ژورنالیست دهه کلخاسیان در رادیو آزادی برآمد کرده گفته بود که برادرش را با بهانه لایک ماندن به شعبه میلیسیای کلخاسیان آورده 30,000 سومانی اش را گرفتند. در همان وقت این بدی که نجم الدین زاده چهران در کلخاسیان کار میکرد و همه کار را همین کرده بود و هنگام از دیگر مقامات آید این حالت ها سنجش آمدند پول داده خود را خلاص کرد. حالا باشد در مقام معاون سردار میلیسیای شهر پنجکند کار کرده ایستاده است. آید این نجم الدین زاده چهران میخواهم یک کمی معلومات بیشتر دهم. نجم الدین زاده چهران زاده شهر پنجکند باشد. پدرش را مردم همچون نجمی بریگه نش امن نرک بیزنس میشناسند. برای چی من و برادرانم این دادمان را گفته ایستاده ایم؟ برای آن که بگذار رمضان رحیم زاده و امام علی رحمانوف دانند که کی را با وظیفه ماندند. باور کنید این لعنتی ها پول را گرفته انا همین خیل آدمان را با وظیفه مانده ایستادند. نجم الدین زاده چهران با همراهی پدرش نجمی بریگه نش امن تمام جوانان پنجکند حتی دخترها را نش امن کرده ایستادند. یک بار این وزیر MVD رمضان رحیم زاده آمده از خلق آید نجمی و پسرش پرسان شود. کارتوش که فروش پنجکند حتی میداند که این نجمی با همراهی بچه چهران چی کار کرده ایستاده است. نه به مسلمانی درست میگیرد و نه به خریستیانی. سال 2014 نجمی برای پیش رفتن کارش تا که مقامات ها برای فروختن مواد مخدر برای وی کار نگیرند دختری بیراهه خود را به همان وقت سردار میلیسیا دولت زاده رحمان تغری کرده بود. دولت زاده رحمان هر سحر در شوخانه نجمی زفترک میکرد و بیگاهی دختر وی را برده تجاوز میکرد و این حالت را همه ساکنان شهر پنجکند خوب میدانستند. دولت زاده رحمان با گفت مردم از خداهای پرزیدنت رحمانوف بوده است. میگفتند که امکی پدرزن رستمی امام علی میباشد. آن وقت وی سردار شعبه میلیسیا شهر پنجکند بود. عین زمان در داخل شهر پنجکند نجم الدین زاده چهران و پدرش نجمی و فروش خنک و کریستال شیشه مشغول میباشد. حقیقت کار همین است که خودشان مردم را نشأمند کرده ایستادند و پسرش نشأمندان را به میلیسیا آورده از آنها پول میگیرد. در تگ پای بچه‌اش $80,000 ماشینی گران ارزش. پدرش هم همین خیر. این شخصان برای پیش رفتن کارشان حتی کارگران KGB دلر نام شخص را به گروه متشکل جنایی خود گرفتند. دلر فعلا در KGB شهر پنجکند کار کرده ایستاده است و در کوارتیر نجمی طول 4 سال می شود به پول شیشته است. باور کنید در پنجکند همچون سالهای 90 قانون فقط برای کمبغل ها عمل میکند. نجمی دلر چهران مواد نشآور را فروخته حتی با ازبکستان گذرانده ایستادند. نجمی هم این نرک بیزنس های شهر پنجکند را با واسطه دلر KGB محکم کرد و حالا باشد فقط خودش پنجکند را کوری رو تا تامین کرده ایستاده است. کارتاشکا فروش پنجکند میداند که نجم الدین زاده چهران با رحیم رمضان پول کلان داده وظیفه را خریده است. چرا پیش از وظیفه را دادن سنجش نمیکنند که با کی وظیفه داده ایستادند؟ یک امکیش که پیش پادبانی میکرد غیر قانونی در سرحد تاجیکستان ازبکستان مانده است و وی در آن جای ولیوچی که غیر قانونی کرده ایستاده است. پولهای مواد مخدر را ریگراف میکند. بچه شهران همچون کارمند میلیسیا کریشواتی میکند و هنگامی در پنجکند یگان بریگه دیگر پیدا شود حتما او را با میلیسیا دعوت نموده لطوکوب کرده پولش را گرفته جواب میدهد. از بالای وی بارها عریضه کردند ولی به نتیجه پول را داده خلاص میشود. این حالت ها را سردار میلیسیا نیز میداند و هیچ کار کردن نمیتواند چون که چهران در گرد و اطرافش آدم های خودش را
گرفته از سحر تا شب مردم را آورده به عدل مبلغ گرفته میگشته است. در گرد و اطرافش گفته است که نچلنیک میلیسا در سر فلانم پرد میرم وکیده پول را داده جایش را میگیرم. این حالت را رمضان رحیمزاده میدونسته باشد گویا یا نمیداند، این را نمیدانیم. آخر سیمشکا فروشی پنجکند وقتی میداند چخیل وزیر ملیسا نمیداند. پنجکند سیمشکا فروشی پنجکند میداند که $70,000 داده وظیفه را گرفتگیه و پولش را از مردم چپه راست گرفته است که ما رمضان رحیمزاده در پول دادم گرفتم شما ما در پول بده که من وظیفه خریدم و مواد مخدر را با هم تقسیم کرده ایستاده است. با همراهی پدری بریگشت از برای یک نابالغ که با گندگشتی مشغول باشد نیمی ساکنان پنجکند را دعوت کرده با همراهی پروکورور از 100 تا 200 هزاری مبلغ ستانی کرده ایستاده است و 3 کم بغل را دلو کردند. ماندگیش را همش را پول کلان کندند. یکی از آنها پسر یک ولیوچیک است. این حالت ها را نیز سنجش کردند اما با سبب های نامعلوم همه خب. یک نوبت مواد مخدر دستگیر کردند که معلوم شد استاشنیک دویم زن کوری اولین برآمد. اما این حالت را نیز با مصلحت های پروکورور شهر پنجکند مبلغ کلان از زن دوم عالم کور گرفته پنهان داشتند. آن زن را جواب دادند. زن دوم عالم کور از سرز می باشد. چند وقت پیش نیز مواد مخدر 700 گرم از یهای غریبه گرفته از استاشنیکش $90,000 گرفته آزاد کردند. ببینید مبلغ و پول را 70,000 میگیره و سفر میخره. این تاری 70,000 100 تاش میکنه 7 میلیون جمع میکنه میره. هنگامی در کلخوسیان کار کردنش نیز مردم بداد آمده بودند. نه لایک موند و نه کایک و نه پایک. پدر دایوس بریگنش امان نرکا بیزنس خودش نیز همین کاره. هنگامی در کلخوسیان کار کردنش کارگرانش عظمت را به 12 کیلوگرم مواد نشه‌آور دستگیر کردند ولی وای از آب صاف برآمد. لیکن مواد مخدر را خودش با واسطه مهردین که حاضر سردار میلیسیا کلخوسیان میباشد داده بود. وای پول کلان داده خلاص شد. بعد این حالت ها باز رمضان رحیمزاده این دو نرکا بیزنس را یکی را سردار میلیسیا کلخوسیان مهردین دیگر چهران را معاون سردار میلیسیا شهر پنجکند تعیین کرد. البته بر عوض پول کلان. حالا میلیسا خانه پنجکند جای گروپیروفکای نرکا بیزنس ها شده است. این حالت را رمضان رحیمزاده نمیدانسته باشد یا برای وای پوفیک است که دولت و ملت چی می شود معلوم. البته به مردم جبر می کرده ایستادند. چی می شود همه را نرکمه کرده ایستادند. برادر عزیز محمد اقبال صدرالدین این نامه را حتما پخش کنید چون که مردم نوارها را